سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت شهر پراگ رسید 10 است. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعی برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می‌توانید تماشا کنید. یک ساکن ناحیه خراسان ولایت ختلان تاجیکستان بر اثر سیلخیزی روز 2 ایون جان باخته است. این نفر میراج‌الدین نبیوی 18 ساله ساکن دهه‌ای بندر جماعت قزل قلعه خراسان است. او را سیلاب برده است و جسد او را ساکنان پس از چند ساعت دریافت کردند. سیلخیزی روز 2 ایون به منزل‌های ساکنان، زمین‌های کشت و دیگر انشاءات در ناحیه‌های گوناگون زیان کلان وارد کرده است. خبرها درباره خسارات سیل از ولایت ختلان، ناحیه‌های تابع مرکز و هم ولایت سوخت به ما می‌رسد. همکارانمان در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری دارند. منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی برایتان گزارش می‌دهیم. آشوب در زندان خوجند، محاکمه در شهر دوشنبه. گروهی محبوسانی که به گفته مقامات در آشوب ماه نوامبر سال 2018 در زندان رقم 3 شهر خوجند دست داشتند به دوشنبه آورده شدند. در زندان رقم 1 دوشنبه مرافعه دادگاهی این محبوسان دایر می شود. در این آشوب 23 محبوس و 2 نفر پاسبانان کشته شده بودند. چرا زندانیان را از خوجند به دوشنبه آوردند و مرافعه دادگاهی آنها چگونه صورت میگیرد؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان خواهیم گفت. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند که نزدیک 15 نفر مهاجران کره تاجیک دوام 1 سال اخیر به شعبه‌های پلیس دعوت شده بعداً غیب زدند. چند ماه این جانب نزدیکان این مهاجران در جستجوی آنها هستند، اما تا به حال هیچ خبری از آنها پیدا نکردند. چرا چنین حالتها بیشتر می شوند و این روند علامتی چیست؟ در برنامه اخبار برایتان میگوییم. بانک جهانی وعده داده است در ترمیم و بازسازی 44 چشمه که با آب مصفا و شفابخش در ولایت ختلان معروف است سهم میگیرد. 44 چشمه یکی از زیارتگاه‌های پرآدم در ولایت ختلان است. مسئولان زیارتگاه امیدوارند که بعد از بازسازی آن شماره سیاحان باز هم بیشتر می شود. همکاران ما نیز به 44 چشمه رفتند، گزارش تهیه کردند که در برنامه اخبار آزادی برای شما تقدیم میکنیم. گوشت خریدن میخواهی؟ حتما چربو را هم میگیری. ساکنان در شهر دوشنبه شکایت دارند که دکانهای گوشت بر سر هر کیلوگرم حتما 200 گرم چربو اضافه میکنند. دکانداران گوشت را با نرخ گران میخرند و چاره جز اضافه کردن 200 گرم چربو به آن ندارند میگویند آنها. این در حالی است که مقامات شهر از قصابان طلب دارند که نرخ گوشت را از 40 سامانی بالا نبرند. چرا چنین وضعیت به وجود آمده است؟ در گزارش ویدیویی همکاران ما در برنامه اخباری آزادی میبینیم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی های تازه رخ داد، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی فیسبوک و ادنا کلاسنیکی همراهی کنید.